از تقدیمات شهلا سیف‌الدینова. این من بودم که با وجود نامردی روزگار سکوت ایستادم. مهر سکوت زدن برای دلی که هزار درد را دیده و آه و فریادش تا به فلک است خیلی جرأتی مردانه میخواهد. نمیگویم که من مردم، ولی روزگار نامرد بود که خیلی مردها را از دایره مردی بیرون کرد. ای روزگار، مرد باش تا مرد بودن را بیاموزند اونهایی که نامردند. بهترین ترانه قصه ها در پرتر شهلا سیف‌الدینова.